اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. اداره اترا می گوید در جریان یک سال از شرکت‌های مخابراتی از دفع مالی 7.5 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری و به خزانه دولت سپرده شده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در سخنرانی خود با BBC گفته است که حکومت امارت اسلامی تمام شرایط بر رسمیت شناختن را تکمیل نموده است. در اکادمی علوم اولین سمینار علمی و تحقیقی ادبیات مهاجرین افغان برگزار شد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید به خاطر دسترسی به آب و پیشرفت زراعت در افغانستان 79 پروژه آبرسانی را بازسازی می نماید. این اداره افزوده است که افغانستان را خشکسالی های پی در پی بسیار متضرر نموده است. ستره محکمه میگوید رئیس محکمه مرافعه کابل از محاکم ابتدایی شهری کابل و محکمه تجارتی نظارت نمود. دی افغانستان بانک میگوید در ادامه کمک‌های بشردوستانه امروز بسته 40 میلیون دلاری به کابل رسید. وزارت امور خارجه میگوید بر ادامه تسلیم دهی زندانیان افغان از سوی ایران به حکومت افغانستان امروز 189 تن زندانیان آزاد و در بندر اسلام قلعه هرات به حکومت افغانستان سپرده شدند. مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا افتتاح گردید. سرپرست وزارت انرژی و آب آقای مولوی عبداللطیف منصور میگوید حکومت امارت اسلامی همه شمول است. افراد هر قوم، زبان و سمت در آن حضور دارند.